شما بین تفاوت بین انسان شناسی طب اسلامی و انسان شناسی ابن سینا، فارابی، زکریای رازی تفاوت میبینید یا نمیبینید؟ در یه جمله اگر بخوایم خلاصه بکنیم، ما نگاه به انسان رو 3 نگاه کلان هست. یکی طب امروز، طب آلوپاتیه که میگه انسان یعنی حیوان پیشرفته. پدر بزرگ ما یک بوزینه آمازونی بوده. یا نگاه مثلا طب سنتی به معنای اون طب فلسفی قیاسی. با اون نگاه بکنیم میگه که آقا الانسانو آن حیوان ناطق. میگه آقا تحلیل از انسان حیوان ناطق. بعد میام تو نگاه روایات، تو نگاه طب اسلامی، اینجا میشه حی متعله. حی متعله یعنی جاندار خلاصه متعالی که میخواد به سمت آسمان بره. تفاوت خیلی زیاد میشه.